ما در آبشار ولسوالی وردوج بدخشان هستیم. موتر پارک کردیم، میگن بالا موتر رفتن نمیتونه، باید پای پیاده بریم تا کجا؟ تا آبشار وردوج. این آبشار چگونه است؟ ما ندیدیم. اگر شما دیدین خوب، اگر ندیدین بیاین که با هم یک جا آبشار را ببینیم. برزبارم گرفتیم، اگر جای مناسب باشه بتونیم ما بازی بکنیم. شما قبلا آمدین؟ بله، یک دو هفته پیش آمده بودیم. خب میتونیم ما بازی کنیم؟ آب بازی بله. چقدر آب است؟ آب زیاد است. همه قدر است؟ نه، او طرفش که شما را قد نمیته، اما در یک جای چیزش خب میتونه. یعنی از قد بالاتر هم است؟ بله بله. خب آب سرد است؟ آب سرد است. زیاد؟ خوب زیاد. با قوت. خب با قوت است آب. برین. این دخترکا چی میگن؟ همون خودش است. نامه که چی است؟ خدا؟ ماشاءالله. چی است دی بشکه؟ دوغ. شما چی دارین؟ بولانی. شما چی آوردین؟ کدام تان شعر میخوانین؟ میتونین شعر خوانده؟ خیلی اینجا بین. نمانیم؟ خب خیلی تا طرف مده آورده. خب طرف مسایی کو طرف سعی نکو. بخوان شعر تا؟ کسی که عاشق است اوشی نداره، بغیر از آنگریه خاموشی نداره. دل عاشق نسالی گرگی گشنه است که یار از یار فراموشی نداره. به مادر بخوانین. رفتم لبی رو خانه آبی بینوشم، صدایی مادرم آمد تا گوشم. الهی مادرم 100 ساله باشی، کلیدی ازتی فاطمه باشی. اگر مادر نبود بیچاره بودم، در آغوشی پدر آورم. آفرین. خودت هم یاد داری؟ بخوان. چیز؟ به مادر. اگر مادر نباشد زندگی نیست، و خورشید و فلک تا بندگی نیست. خدا عشق است و مادر کعبه عشق، به این دو بندگی شرمندگی نیست. آفرین. ابرو بتین بین خود تقسیم بکنن. اکثر دیگه این دو خوارم آه دیگه. بیا بچه خودتون بیا. مکتب میخونی؟ آفرین. خب بیاین که بریم. اوه ای. اینجا کمان رستم هم است. چی میشه او؟ چی مشکل داره؟ یک زمان میگفتن از کمان رستم اگر او طرف یک مرد تیر شوه باز او تبدیل به یک خانم میشه، اگر خانم تیر شوه مرد میشه. این گپای هم قصه‌کایی بود که خانما در نانوایی نان میبردن از قصه را تازه میکردن. کجا است کمان رستم؟ کجا تیر شد؟ جایی نیست دیگه. خب قرار است ما همینجا بازی کنیم اگر اشتباه نکنم. شما بیاین که نظر رفقا را داشته باشیم.